آره پس من هر کاری میکنم خودم با عشق انجامش میدم. مثلا دلیلی که فرمول وان نمیرم یا به من میگن آیسان تو این همه تفنگ داری چرا 10-20 تا تفنگ دارم، چرا نمیری تیراندازی کنی؟ صداش زیاده گوشمو درد میاره. چرا گوشی نمیذاری؟ تقش زیاده. اگه قراره یکی به من تقه بزنه میخوام دختر خوشگل منو تقه بزنه، نه تفنگ کسکش بخواد لگد بزنه تمام دوشموش منو بندازه. بعدم مگه زمان جنگ حجل من برم تیراندازی بکنم؟ فرمول وان به خاطر سر و صدای زیادش یک و به خاطر شلوغی ازدحام من نمیتونم تو شلوغی باشم. من دوست دارم یه کاری بکنم که خودم عشق کنم، نمیخوام برای سوشال مدیا زندگی خودمو به گاییدن بدم. این الان من دارم 1 سال با شما نمنم نگاه چه شلوارکی پوشیدم، پای من ببین، به پا علاقه دارم، پا میذارم برای شما فیلم میذارم. این پای من فرمول وان قشنگ